فاطمه زهرا دختر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آخران فرزندش که بعد سر خودش از دنیا گذشت. فاطمه زهرا شب رسول الله در خوابش در آمد، گفت فاطمه بچم امشب چی افغان خوردی؟ گفت آتا جان امشب میگی من 3 روز است که افغان شکم سری نمیاغم بخورم. گفت بچم روزه بگی من امشب افطار تو میام. سحر از خواب که میخیست تست تست افغان میکرد، خانه ها را میروفت، لباس های حضرت علی را تست تست تازه میکرد و میشوشت. حضرت علی گفت فاطمه بچه همسرم امروز اینقدر چپان شدی خیریت است؟ گفت امشب پدر من خواب دیدم، تعبیر خوابی من همی است که من از دنیا میگذرم و من تست افغان کردستم که فردا این کودکای یتیم ایمده کی افغان میکرده باشه، لباس های تو را کی میشوشته باشه و تازه میکرده باشه. علی گفت یاد داری ساعت تو مسجد میرفتی، من خواستم نماز بخونم، از گرسنگی هوشم رفت، نماز خوانده نتانستم، یک بار شکایت نکردم که من گرسنه هستم. علی یاد داری روز پدرم شب آمد دروازه را تک تک کرد، گفتم آتا جان با کی هستی؟ گفت چرا؟ گفتم من لباس ندارم. یک بار من در تو شکایت نکردم که علی من لباس ندارم. علی یاد داری شب روزی بود که تو دختر ابوجهل بالای من گرفتنی شدی، من راضی نشدم، اکنون من راضی هستم یه زن بگیر که به این کودکان رحم بکنه. اگر 22 روز قطعی اون خواه رفتی، یک شبت با کودکای من خواه. علی خواهش من همی است، تو از من راضی هستی که من پیش پدرم برم بگم پدر جان من از دنیا گذشتم، شهرم از من راضی بود.